بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از بحث مربوط به مقام و موقعیت خانم‌ها در بهشت. در این جلسه در مورد پاداش زنها و مردها در بهشت صحبت می‌کنم. قرآن می‌فرماید که هر کسی پاداش کارش رو در بهشت می‌گیره و متناسب با کاری که انجام میده نتیجه کارش رو می‌گیره. بنابراین هر چقدر کار خوب بیشتر کرده باشه نتیجه‌ای که در بهشت میگیره بیشتره. در سوره انسان، سوره شماره 76 آیات 14 و 15 رو من میخونم. راجب آیات 15 و 16 رو من میخونم راجب انسانهای در بهشت صحبت میکنه. آیه 15 میفرماید و یطاف علیهم بآنیة من فضة و اکواب کانت قواریر، یعنی و ظرفهای سیمین، ظرفهای نقره‌ای و جامهای بلورین پیرامون آنان گرداننده می شود. آیه 16 می فرماید و یطاف علیهم، این آیه را عرض کردم، یطاف علیهم با آنیة من فضة و اکواب کانت قواریر. آیه بعدش می فرماید قواریرا من فضة قدروها تقدیرا، بلورهایی از نقره که خود اونها اون را اندازه گیری کردن. چه اندازه گیری کردنی؟ یعنی بلورهایی از نقره که خود اونها دقیقاً اون رو اندازه گیری کردند. حالا چرا میفرماید بلورهایی از نقره؟ بعضی از اجسام طبیعی، اجسام معدنی مثل مثلا همه فلزات در حرارت خیلی زیاد به صورت بلور در میاند. الماس هم در حقیقت زغاله که به صورت بلور در اومده. در کربنی که زغال از کربن درست شده، کربنی که در داخل زمین هست زیر قشر جامد زمین در حرارت بیشتر از 1000 یا 1100 درجه و ضمناً تحت فشار زیاد، در اونجا این کربن به صورت الماس در میاد. در الماس و در هر چیزی که اصولاً بلور به اون گفته میشه، اتم ها یا مولکول های جسمی که اون رو تشکیل میدن، اینا در وضعیتی قرار میگیرن که در هر سه بعد طول و عرض و ارتفاع این اتم ها هماهنگ با همدیگه هستن، در بهترین حالت نسبت به همدیگه قرار گرفتن و این باعث میشه که خیلی این بلورها محکم باشن. الماس اگرچه از کربن، یعنی از زغاله، در حالی که زغال خیلی ترد و شکننده است، الماس بسیار بسیار محکمه، حتی از محکمترین سنگ ها محکمتره. فلزات هم در حرارت زیاد به صورت بلور در میاد. مثلا در صنعت فولادسازی، فولاد رو حرارت زیاد میدن. بعضی از در این حرارت زیاد، بستگی به این که چقدر حرارت داده باشن، بعضی از مولکول هایی که در تشکیل دهنده فولاد هستن به صورتی در میان که در طول و عرض و ارتفاع با همدیگه هماهنگ و در یک جهت هستن و بلورهای در حقیقت بلورهایی رو تشکیل میدن. بلور، ما وقتی صحبت از بلور میکنیم معمولاً بلور شیشه‌ای در نظرمون میاد که شفافه، ولی بلور لازم نیست که شفاف باشه. فولادی که بلور داشته باشه بسیار محکم تر از فولادیه که بلور نداشته باشه. هر چقدر بلورش بیشتر باشه استحکام این فولاد بیشتره، مقاومتش وقتی که به صورت مصالح ساختمانی به کار میبرن مقاومتش بیشتره. البته بلورهای فولاد انقدر ریز هستن که با چشم دیده نمیشن. بلورهایی که
از قلع هستن، فلز قلع، زینک، فلز روی، زینک، اینا بلورهاشون درشتر هستن به طوری که با چشم عادی دیده میشن و این بلورها به وسیله قسمتی که بلوری نشده به هم دیگه وصل هستن. وقتی که یک ورقه روی رو در نظر بگیریم که در حرارت زیاد در اون بلور ایجاد کرده باشن، دونه های بلوری دیده میشن که قشنگ هستن و در فاصله اینها روی فلز معمولی روی هست که اینها رو به همدیگه مثل یک ملات به همدیگه اینها رو وصل کرده. حالا در اینجا میفرماید که کسانی که در بهشت هستند اعم از مرد و زن، در اونجا نوشابه هایی، راجع به نوشابه ها صحبت میکنه که چه نوشابه های خوب و فرح بخشی هستند ولی مستی ایجاد نمی کنند و سردرد هم ایجاد نمی کنند و اینها رو با ظرف هایی می خورند که این ظرف ها از نقره هستند ولی به صورت بلور در اومدند. در زندگی در این دنیا هر چقدر انسان سختی بیشتر کشیده باشه، در حقیقت اون ظرفی که در آخرت نصیبش میشه اون ظرف بلورش بیشتره و ضمناً در فشار زیاد هم فشار زیاد هم کمک میکنه به حرارت برای اینکه بلور بهتر به وجود بیاد. همونطور که عرض کردم در داخل زمین کربن به صورت الماس در میاد که در اونجا هم حرارت خیلی زیاده و هم فشار خیلی زیاده. این افراد از ظرف‌هایی میخورن که از بلوره ولی این بلور از جنسش از نقره است و اینکه چه مقدار بلور در این به کار رفته و ضمناً اندازه ظرف چقدر باشه و شکل ظرف چقدر باشه، همه اینها بستگی به این داره که در دنیا چقدر زحمت کشیدن، چقدر برای اصلاح اجتماع عمل کردن. بنابراین این ظرف‌هایی که در اونجا نصیب اونها میشه، قرآن میفرماید که خود اونها این ظرف‌ها رو به صورت بسیار دقیق اندازه گیری کردن، اندازش رو ساختن. حالا در مورد وضعیت انسان در بهشت، اولین آیه‌ای که راجع به این مسئله صحبت میکنه در سوره بقره آیه شماره 25 میفرماید و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، و بشارت بده به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. ایمان و عمل صالح رو قرآن هر دو رو با هم میخواد که بهشت رو وعده بده. عمل صالح یعنی عملی که برای اصلاح اجتماع باشه. به اونها بشارت بده که برای اونها بهشت هایی است که در دامنه اون بهشت ها نهرها جاری است. کل ما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هرگاه در اونجا روزی به اونها داده میشه، از روزی ها، از نتیجه ها روزی به اونها داده میشه، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، میگویند این روزیه که از قبل به ما داده شده، یعنی در اثر کارهایی که در دنیا کردیم این روزی متناسب با اون به ما داده شده. و اتوا به متشابها، و متناسب با اون، شبیه اون کارهایی که کردن به اونها داده میشه. ولهم فیها ازواج مطهره، و برای اونها در اونجا در بهشت زوجهای پاک شده است. و هم فیها خالدون، و اونها در بهشت تا ابد جاوید خواهند بود. یه مقدار راجع به این آیه من توضیح میدم. میفرماید که هرگاه به اونها روزی داده میشه، وقتی صحبت از روزی میشه ما معمولاً به نظرمون خوراک میاد، ولی روزی علاوه بر خوراک میشه هر نوع نعمت مادی و معنوی. هرگاه هر نوع نعمت مادی و معنوی به اونها داده میشه، از ثمرات به میوه درخت میگن ثمره،
ولی علت این که میگن ثمره اصولا یعنی سود، نتیجه یک کار. کسی که یک معامله ای رو میکنه، در معامله سودی که میبره، منفعتی که میبره، به اون میگن ثمره. یا در یک سرمایه گذاری منفعتی که میبره، به اون میگن ثمره. به میوه درخت هم میگن ثمره، برای اینکه نتیجه درختی میوه‌دار میوشه، ولی معنای اصلی میشه سود و نتیجه. هرگاه به اونها نتیجه ای داده میشه، بنابراین میشه هر نوع نعمتی که در بهشت هست وقتی به اونها داده میشه، اینا میگن که این روزی، این نعمت مادی و معنویه که از قبل به علت کارهایی که ما در دنیا کردیم به ما داده شده. و بعد میفرماید که شبیه اون به اونها داده میشه. منتها قرآن بارها میفرماید که چند برابر میکنیم. کسی که کار بد بکنه فقط متناسب با اون کار در آخرت ضرر میبینه، و کسی که کار خوب بکنه 10 برابر و در بعضی از موارد حتی تا چند هزار چند میلیون برابر رو وعده میده، در مواردی که سختی وجود داره برای انجام کار خوب در اصلاح جامعه. بعد میفرماید ولهم فیها ازواج مطهره، و برای اونها در بهشت زوجهای پاک شده هست. ازواج که گفته میشه یعنی همسر، زوج، مذکر و مؤنث نداره. برای مرد زن مطهر پاک شده خواهد بود، برای زن مرد پاک شده خواهد بود. مطهر، کسی که مطهر شده باشه که اینجا میفرماید برای اونها زوجهای پاک شده هست. پاک شده خیلی مقام بالاییه. سوره واقعه، سوره شماره 56 آیات شماره 77 تا 79 راجب قرآن میفرماید انه لقرآن کریم، دقیقا اینطور است که اون قرآنی ارجمند است، فی کتاب مکنون، در کتابی پوشیده است، لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرون، فقط کسانی که میخوان پاکیزه بشند اون رو لمس میکنند. لمس میکنن یعنی اون رو حس میکنند. کسی ممکنه قرآن رو حفظ کنه، کسی ممکنه قرآن رو تفسیرش هم یاد بگیره، حتی تفسیر قرآن بنویسه، ولی این یاد گرفتن قرآن در زندگی خودش اثر نذاره یا اثرش خیلی مختصر باشه. قرآن میفرماید کسانی قرآن رو لمس میکنند، قرآن رو حس میکنند، در زندگیشون اثر میکنه که بخوان پاکیزه بشند. قرآن اون وقت اینها رو پاکیزه میکنه. حالا در اینجا وقتی میفرماید برای اونها ازواج مطهره هست، زوجهایی برای اونها هست، برای زن شوهر و برای مرد زنی خواهد بود که اینها پاک شده هستند از تمام بدیها و ناخالصی های مربوط به شرک. اینا پاک شدند. هر نوع بدی یا هر نوع اشکال اخلاقی در اینها دیگه برطرف شده. این رو که شرح میده، این ازواج مطهره در حقیقت جزئی از رزقی که خدا در بهشت به انسان میده و ثمره کار خودشه، ولی این رو جداگانه شرح میده نسبت به اون نعمتهای دیگری که میده در بهشت میده. جداگانه این رو شرح میده برای اینکه اهمیت این رو نشون بده. در اینجا یک عشق پاک رو در حقیقت نشون میده، یک عشق خالص و پاک بین یک مرد و زن که همسر همدیگه میشن. اینها هر دو پاک شده هستن، هیچ نوع ناخالصی و بدی در اینها وجود نداره و هر دو خدا رو بندگی میکنند. و بعد میفرماید و هم فیها خالدون، در این وضعیتی که هستن با این نعمتها و از جمله بالاترین نعمت که همسر پاک شده خوبه، در بهشت اینها جاویدان هستند. سوره این اولین باری بود که در قرآن از بهشت و از زوجها در بهشت اسم برده شده. بار دومی که از زوجها در بهشت اسم برده میشه در سوره آل عمران آیه شماره 15.
در آیه شماره 14 می‌فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا والله عنده حسن المآب. معناش میشه که من این رو دیگه تفسیر نمی کنم، فقط معنا می کنم. میفرماید عشق به تمایلات نفس در مورد زن و فرزند، شهوت در مورد همسر و همچطور داشتن فرزند و کیسه های انباشته از زر، علاقه به کیسه های انباشته از طلا و مرکب های ممتاز، اسب هایی که اختصاص داده شده باشند برای این انسان ها و دام ها و کشتزارها در نظر مردم آراسته شده است، ولی این برخورداری زندگی دنیاست و خداست که بازگشت نیکو تنها نزد اوست. در آیه بعد که حالا میخونم اون بازگشت نیکو رو در حقیقت برای انسان شرح میده در بهشت. در حقیقت در مقابل این روزی هایی که در دنیا هست، علاقه به همسر، علاقه جنسی، داشتن فرزند، داشتن مال و مکنت فراوان و این چیزها، در مقابلش برای آخرت شرح میده که چی خواهد بود برای انسان. میفرماید قل، آیه 15، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آیا میخواهید شما را به بهتر از آن من آگاه کنم؟ چیزهایی که بهتر از اینها باشند میخواید براتون بگم؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، برای کسانی که تقوا به کار بردن. تقوا یعنی خود نگهداری، انسان خودش رو بتونه در مقابل تمایلات نفسی کنترل بکنه، کار خلاف نکنه، کاری که به اجتماع ضرر میزنه نکنه، و از طرف دیگه به علت تقوایی که داره، خود نگهداری که داره، کارهای خوبی رو که خدا از اون میخواد انجام بده، در حقیقت عمل صالح رو انجام بده. برای این افراد نزد ربشان بهشت هایی است که در دامنه اونها نهرها جاری است و در اون بهشت ها جاودانه خواهند بود. بعد شرح میده و ازواج و مطهره، علاوه بر اون همه نعمت هایی که در بهشت وجود داره که نعمت های خیلی خیلی زیادی هستن، در سوره های مختلف قرآن راجع به اونها صحبت شده، باز نعمتی رو که در سطح بالاتر از اونهاست شرح میده. و ازواج و مطهره و زوجهای پاک شده. این زوجهای پاک شده، مطهر شده، بزرگترین نعمتیه که در بهشت نصیب هر انسانی میشه، که یک همسر پاک شده به اون نصیب شده باشه. بهترین نعمت که دو انسان عاشقانه همدیگر رو دوست داشته باشند و هر دو انسانهای پاک شده باشند. و بالاتر از اون، چیزی که بالاتر از این وجود داره در بهشت، رضوان من الله، رضایت خداست. البته این رضایت خدا شامل کسانی میشه که تقوا داشته باشن. کسانی که تقوا دارند جزء کسانی هستند که در مراتب خیلی بالا هستند. قرآن راجع به دو بهشت در جاهای مختلف صحبت میکنه. اینجا بهشت مرحله بالاتر رو میگی که برای انسانهایی که تقوا داشته باشن. در جاهای دیگه به صورتهای دیگه از اینا اسم میبره. از سابقون، کسانی که در یک نهضت پاکسازی جامعه، نهضت دینی برای پاکسازی جامعه که پیش میاد، اینا از سابقون هستند، زودتر شروع کردن و دو مرتبه میفرماید از سابقون دومش اینه که سبقت میگیرن. اینها هم زودتر از دیگران برای پاکسازی جامعه، برای اصلاح جامعه قیام کردند و هم از دیگران سبقت میگیرن و خیلی بیشتر فعالیت میکنن. بعد دنبالش میفرماید اولئک المقربون، اونها مقربون خدا هستن، اونها افراد نزدیک شده به خدا هستن، نزدیک هستن به خدا. حالا در اینجا به عنوان
افراد متقی، افراد با تقوا از اونها اسم برده شده. نعمت بالاتر از اون رضایت خداست. نعمت بالاتر از ازواج اولین مرحله تمام از نعمت‌های بهشتی، همه نعمت‌هایی که در بهشت است، بالاتر از اون همسر خوب و بالاتر از اون رضایت خدا. و بعد می‌فرماید والله بصیر بالعباد، و خدا نسبت به بندگانش بیناست. به این ترتیب در این دو آیه‌ای که راجع به همسرهای انسان‌ها در بهشت است و بحث کردیم، زن و مرد با هم مساوی هستند. زن هیچ ارجحیتی به مرد نداره و مرد هیچ ارجحیتی به زن نداره. هر دو رو به طور مشترک و مثل هم بیان کرده و هر دوی اینها زوج پاک شده نصیبشون میشه که بالاترین نعمتیه که در بهشت هست. قبل از که بالاتر از اون میشه نعمت رضایت خدا. و تمام این نعمت‌هایی که در بهشت به انسان داده میشه به علت کارهایی که در دنیا کرده، عمل صالحی که همراه با ایمان، با داشتن ایمان در دنیا کرده. بنابراین هر چقدر ایمان و عمل صالحش بیشتر بوده، نعمتی که در اونها در آخرت به اون داده میشه بهتره. از جمله همسری که به اون داده میشه بهتر و پاک شده تره. یعنی در حقیقت هر انسانی که عمل صالح بیشتر کرده باشه، همسری هم که به اون نصیب میشه همسر بالاتری خواهد بود. در حقیقت همسری خواهد بود که هم وزن و هم شأن خودش خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.